یک لحظه دوست عزیزم، من مطمئن هستم که در جیب هر کدام ما و شما از این گوشه های هوشمند وجود داره. ما روزانه چند بار به این گوشه ها سر میزنیم؟ چند ساعت عمر خود را در طول روز با این گوشه ها میگذرانیم؟ هنگامی که با پدر و مادرمان، با یک دوست رفیق خودمان صحبت میکنیم، به خاطر ازی که این گوشی در دست ما هست و یا هم در سر سفره غذاخوری، حتما ما او لذتی را که باید میبردیم نبردیم. حالا سوال مهم و اساسی هست که ما روزانه چند بار به سوی از قرآن کریم، به سوی قرآنی که زندگی ما را بر ما نشان میدهد سر میزنیم؟ چند بار در طول روز ما ای را باز میکنیم و با آغوش میگیریم؟ خالد ابن ولید رضی الله عنه قرآن را به آغوش خود میگیره و میگوید که ای قرآن، مرا ببخش که من به تو زیاد رسیده نمیتوانم، به خاطر ازی که جنگ و مبارزه و مقاتله با کفار و با انسانهای خلافکار مرا از رسیدن به تو باز می‌داره. حالا عذر و بهانه ما و تو چی هست؟ ما در مقابل قرآن و در مقابل الله رب العزت چه بهانه‌ای داریم؟ دوست عزیزم، بیا قبل از اینکه دیر شود به سوی قرآن برگردیم و قرآن را برنامه زندگی خود قرار بدهیم.